برادرو عشار اومدگیان سلفی کردیسن کرچه خدمت نکی برادرو انا ایرا میگن برادرو ارارو انا همه ارارو دیده سه چند قاوسای مداری رمضان برادر عزیز یگان 8 کیلومتر شد اومده رفته استیم اومده استیم یک گشتیم بود رو باشه بله روای 8 کیلومتر شد اومده استم همش به خاطر همین روای این سال رو کم نسبت سال دیگر رو همش سال گذشته کمال شدن تخم کردن دیگر رو کمی رو برادر نگفتن نمونه که همین رو همین پورینه تخم ریختگی همین خدرش دیگه سال دیگر کلانتر میشه روشک کمال دیگرش کلمغز کورک همش یکسای فقط مزهشون فرق میکنه انا همین رو بعدی 10-12 سال بعضش 10 بعضش 12 سال بعد همین رو میبره یک تا کمال اینم تری اول سر میشه هم تری میکنه ارارو هم خیلی میکنه در کلا مغزی یک تا میکنه تا تیرمو تخم میکنه تخمش میریزه حیاتی تمام شد همین کمالا در بر دیوال در جای دیدی با قفه برداره همین خیلی ازمین ریشش قطیش میخیزه سیکل حیاتیش تمام همین امرش همین قدر ای بالا دیگه نمیره تخم میریزه یگان 5-6 هزار تخم میریزه ای 1000 تا بعد اگر بگیم 5-6 هزار 1000 تا 500 تا میریزونه ای 500 تا سال دیگه میبرن انا هم خیلی 500 تا در بخش 500 تا نبره 300-400 تا میبره این سال برادرها به حد بسیار ولی در نبرای دیگه نشانتون میدیم به حد بسیار برآمدگی هم خیلی ولی راه هم هست نشانتون میدیم برادرها جای خفگیش نیست ایرا من نکنم ای بگه بجرگات نخرم روزم بگه نمیشه حتما ایرا باید بجرگات بخوریم برای که یا کمتر نیم سال هستن کمتر ایرا نویفتیم برادر عزیز باز هم سلام خیلی که وعده داده بودم درست دیگه امروز نیست دیروز بود وعده دادگی ای دیروز تا امروز این قش رفت کسی خوردش که نمیدونم لیکن آدم با وعده دادگی وفا میکنیم برادرو ادامه داره ایره تازه میکنیم ای بگه حتما یک جویه میخریم همین خیلی پوست کرده میشه انا همین خیلی پوستش میکنی برادر عزیز این پوستش بکرای در بوش راحت میکنی برای بگه تیر کردیم برادر عزیز نگفتن نمونه بازم افطار در نصیب باشه بجرگات حت میای کلمغز ارارو نرارو هم خیلی کورک هم خیلی نامو دارن بچه عزیز خیلی بچه هم خیلی باریک میدش میکنیم بعدی بازی خیلی کمتر زیادتر میمونیم که وقتی که در دهان انداختی غچیدی در زیر دندونت مزش بیاید یک آواز بیاید که خرپ است کنه غرپه است کنه یعنی باید گفته ما ادامه داره انا همین خیلی برداره تو نایی کوکرده دیدی من نقض میبینم که همش یک نمود باشن اساسی همین خیلی بوده جو که در رنده در ترکه به زبان تاجیکی و فیلم رنده میشه در رنده میخرندیش خیلی با مزه میشه لیکن برادر عزیز
نسبتی سالی گذشته اون آراروی که خوردیم سالی گذشته گفتم که 10 سانتیمترش هم میگیری غوثیش هم 10 سانتیمتره گریسیم خوردیم نسبتی او ای کم اوش زیاد نه او آرارو حال مزش در دهنم است یا که ممکن هم وقت خوردیم برای همیقه یک روز سحری رفته بودیم به کارش سحری رفتیم در نانشته کردگی نبودیم به نانشته رفتیم در آراروی خشو دیدیم بوردیم بسیار با مزه بودن کردیم 4 دونه خوردم این خیلی همشه نه 10-15 سانتیمتر بلندی 10 سانتیمتر غوثی 4 دونه خوردم راستی خودم ترسیدم کم کم رو دالین را بلند میکنه فشار خون را بلند میکنه فشار خونه برای همون 4 تا خوردم شکمی گشنه فکر کردم یگون مشکلی پیدا نشوه در این بلندی در کوهیم برای همون بس کردم دیگه نخوردم این بار درازی دیگرش هم همین خیلی مایده میکنیم خیلی هم مایده کردگی نه چیزاش هم گرفتگیم حولهاش هم گیم ایناش هم در جرغات خشو میگذارن این رو میگیری این رو من خودم نمیخورم که با گودکا نغز میبینن این رو انا برادرانی قند اصل جرغاتم اومد اینا را یک طرف اینا برای گودکو کردیم مغزای کل مغزی برادر عزیز اینا برای گودکو حاضر در جرغات ای میریزیم ای رو ای خودش برادر در تازی که آوردم در تغورا آوردیم که طلبگارا زیادن برای مثال همین موژیک علی میخری جرغات برو آره درست مگر درست گفتی آره میخره انا همیره میخیل عرش میکنیم در یک کاسه نمک در یک کاسه نمک حتما میکنیش نمک با مزهش میکنه برادر برای یک کاسه بگیرو بده برای یک کاسه با خودم میگیرم اینو بعد با گودکو رو یا رو عرش میکنم یا رو عرش میکنیم یا جویا میخوریم همه کاسه ای به همه خوبه میای یه بهترین چیزه همه برادر عزیز قاشق نه کاسه این کاسه نیست این قاشق است این قاشق است اینا برمون یا تا قاشق بیار یا تا کاسه بیار کاسه رو میدونی چه؟ کاسه یک کاسه کلان بگیر بیار داوی کاسه گفتیم قاشق آورد اینا برادر عزیز خوراک امروزه ما حاضر تیار شد یکان 10 دقیقه به شما موندگی برادرها بعد شام و میخوریم کمتر پیازی کبودی هم یارمازی میده میکنیم میدوزیمش که با مزه تر شود آوردی؟ آماده ای؟
این هم قاشق هم کوسه آوردیه های بگیریم به خدمونه بدوزیمش کبودی پیاز ایسی بیو ایسی بیو ای طرف بیو انا هم خیلی شام شده است یکون 3-4 منوت دیگر هست 3-4 دقیقه دیگر بعد شام ما میخوریم باز هم سلام وقتی شام گذشت بعد شام اینم بسم الله الرحمن الرحیم برادر مرحمت کنی زنده باشه برادر عزیز ما خوردن ادامه میکنیم میدهیم در حق غریبا دوام میکنیم انشالله دوام شب به نوار نمیگیریم چونکه دیم خوشقه خوردیم در گلوم محکم شد برادر عزیز جای یگان دیگه بیزیتی نیست مرحمت هر وقتی که اومده مرا باید بدازه که جرغات با رو انشاءالله که قریب که در آخر تابستان قریب که در آخرای تابستان رو پیدا میکنم جرغات قدیم میخوریم برادرم زنده باشه برادرم روزای کلی همه شما و شما قبول گردد انشاءالله در امان الله باشه تا بازدید